میبرد. وقتی که شوهر از سبب انمون حالتهای خانوادگی و زن و شوهری کمی میرنجد، در این حالت زن باید مهربانی رو به شوهر نشان بدهد. در این حالت زن باید اولین قدمی مهربانی رو بگیرد، برای که زن این یک لطیف است و صفت لطیفی دارد. زن صفت مهربانی دارد. زن باید این تنازل از جانب زن باید باشد. مهربانی را اول باید قدم اول باید از زن باشد. اما افسوس که امروز زنها میخوان که قدم اولی مهربانی از مرد باشد، که این در صفت مرد است. ولی مرد زود عذرخواهی کردن از خطاگیش میتواند، زن این آن میتواند، اما مرد عادتا انتظار مهربانی زن است بسیارش. برای همین یک تماس گرفتن به خاطر الله سبحانه و تعالی، شما که در نکاح این مرد است یک تماس بگیرید. السلام علیکم شوهرم، چخیلی چی گپ چرا؟ شرایط خوبساری بکنید و مهربانی کنید، دعوت کنید، صحبت کنید، آهسته زندگی پیش برید. آهسته زندگی پیش برید. زندگی به صبر است. والله زندگی به صبر است. هر کسی که میگه که ببینید این کینوهای هندی و امریکایی و ترکی این فیلم ها همه را خراب کرده است. این زندگی که در این فیلم ها میسازند این صنعی است، این ساخته شده است. این چنین زندگی وجود ندارد که فقط رقص و بازی باشد و والعیاذ بالله فقط خرسندی و قهقه باشد. این زندگی درد است، رنج است، مشکلی هست، یکدیگر نفهمی شدنش است، غم بغلی است، بایی هست، مریضی است. برای همین صبر میخواد. باید صبر بکنید و قدم اول رو شما بردارید. شما قدم اول رو برای رضایت الله، برای اطاعت امر الله، به خاطر رضا کردن یک شوهری که در نکاحش است بردارید. تماس گیرید، از حالش مخبر کنید. کجا هستی مرد؟ بیا اینجا صحبت کنید. بیاید به خانه‌تون، لباساش به یک جای خود بذارید، یک بار چایش بکنید، در رو بروش بشینید، تبسم بکنید، آهسته از یک دیگر نفهمی با صحبت و با آرام ان شاء الله فهمیده میشه. بارک الله فیک. زودی عجله نکنید. بارک الله فیک.